امروز من یه افتخار دارم که یک قسمت کوچیکی از کلام خدا رو با همدیگه بخونی و امیدوارم که اول برای خود من و بعدم برای شما باعث برکت باشه. چیزی که به قلب من بود راجبش با شما صحبت کنم. شاید اون شرایطی هست که همه ما خیلی ازش عبور میکنیم و خود من الان دارم از این روزها عبور میکنم و شاید هر کدوم از شما هم بارها ازش عبور کردین و امروز هم در حال عبور ازش هستید و عنوانش این هست: آیا کلبه‌ات در حال سوختن است؟ یه داستان معروفی هست در مورد شخصی که تنها بازمانده از یک حادثه دریایی هست. یه کشتی زمانی که غرق میشه، جریان آب این شخص رو به یک جزیره دور افتاده میبره و این عزیز دل ما شروع میکنه به دعا کردن از خدا، میخواد که به یه طریقی نجاتش بده و هر روز ساعتها به اقیانوس چشم میدوزه و منتظره که یک نشونی از یک کمک بیاد، اما ظاهرا خبری از این کمک نبوده که نبوده و تصمیم میگیره برای خودش یک سرپناه درست کنه. پس یک کلبه کوچیکی میسازه و کم کم مشغول زندگی در اون جزیره میشه. یه روز وقتی بعد از جستجوی غذا به خونه برمیگرده، با تعجب میبینه که کلبه کوچیکش آتیش گرفته و داره میسوزه و تصور کنید که اون آدم چه حالی میتونسته داشته باشه. طبیعتاً ناراحت بوده، عصبانی بوده، اندوهگین بوده، خشمگین بوده و من فکر میکنم که این خیلی فرد با ادبی بوده و به خدا گفته چطور تونستی این کار رو با من بکنی؟ من ازت کمک خواستم، من التماست کردم که منو نجات بدی، حالا تنها سرپناهی هم که داشتم سوزوندی و از بین بردی و ازم گرفتی. ولی مطمئنا من انقدر آروم صحبت نخواهم کرد و حتما کلماتی میگم که بعدم پشیمون میشم. احتمالا برای همه ما به شکل‌های مختلفی در زمانهای مختلفی پیش میاد که در مورد این موضوعی خیلی دعا میکنیم و از خدا درخواست کمک میکنیم. برای من خیلی پیش اومده، حتی وقتی که خدا رو نمیشناختم، حتی وقتی خیلی بچه بودم و اصلا نمیدونستم خدا کیه، ناخودآگاه شروع کردم به درخواست کمک کردن از خدا. ولی برعکس اتفاق می افتاد گاهی، نه؟ انگار زمین و زمان با هم همدست می شدن تا دعای ما انجام نشه، برآورده نشه و بعضی وقتا چیزی رو بارها از خدا طلب می کردیم ولی کاملا برعکسش اتفاق می افتاد. امروز شرایطی که ما داریم توی ایران می بینیم شاید جز اون شرایط باشه. ایران عزیز ما، با اینکه خیلی ما هر روز تعداد زیادی برای ایران دارن دعا میکنن از اقصا نقاط دنیا، شبانه روز من میدونم که تیم هایی هستن که فقط کارشون دعا کردن برای ایران هست، ولی شرایط ایران روز به روز داره بدتر میشه و شاید مهاجریم، بلا تکلیفیم، شاید خانواده ما در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. من الان اکثر اینا که دارم میگم خودم درگیرشم و خیلی از ما درگیر مسائل مالی هستیم، خیلی درگیر مسائل سلامتی هستیم. من الان اینا که دارم میگم شرایطی که خودم الان درگیرشم واقعا و بارها دعا کردم و شرایط واقعا خیلی سریع بهتر نشد، حتی خیلی وقتا خیلی بدتر شد و یه ناامیدی بر من اومد برای دعاهایی که کرده بودم. بعد عزیزای ما مریض هستن و ما منتظر شفا هستیم و خبری نیست، انگار که خدا نه تنها هیچ دری رو باز نمیکنه بلکه یه درای کوچیکی هم که خودمون تلاش میکنیم با زحمت باز میکنیم اون درا هم میبینیم که بسته شدن متاسفانه. و این شخص که توی اون جزیره بوده تنها سرپناهی که بالا سرش بوده هم از دست داده و با یه عزیزی من صحبت میکردم، گفت خدا اگه قصد کمک به ما رو نداره اشکال نداره، همین چیزی هم که داریم از ما نگیره. یه مثال معروفی هست میگه به خیر تو
امید نیست شهرورتون. من خیلی هم تو ضرب المثل قوی نیستم، ولی هم چیزی به خاطرم میاد. و حالا میگه بابا این کلبه که ساختی، ساختن ها چرا سوزوندی؟ و به همین دلیل عزیزان امروز به قلبم بود که راجع به این صحبت کنیم که آیا کلبه تو هم داره میسوزه؟ اون کلبه‌ای که تنها امیدته، اون کلبه‌ای که خودت با زحمت ساختیش، براش تلاش کردی. کتاب مقدس پر از داستان‌ها و اتفاقاتی هست که مشابه این داستان میمونه، مثل ابراهیم که دعا کرد یه نسلی داشته باشه و خدا در جواب اون دعا ازش خواست که اسحاق رو قربانی کنه. یا مثل داوود که به پادشاهی مست شد ولی مجبور شد که هی در این غار و در اون غار فرار کنه از ترس جونش وقتی که مسیح خداوند بود. مثل یوسف که اه، مرد خدا بود و خوابها تعبیر میکرد ولی به عنوان برده فروخته شد و سالیان سال در زندان بود. و مثل خیلی دیگه از داستانه کتاب مقدس. و کتاب مقدس من تو هر شرایطی، وقتی که زمین خوردم، وقتی که بلند شدم، وقتی که با خدا قهر کردم، وقتی با خدا آشتی کردم، فقط یک چیز رو رها نکردم. من این کتاب رو دوست داشتم. این کتاب رو همیشه دوست داشتم. و این ربطی به حال ما نداره. یعنی عزیزان این کتاب میتونه وقتی که ما حالمون بده، وقتی که اصلا با خدا هم قهریم، وقتی که فکر می‌کنیم که کلبه ما داره میسوزه، اون کتاب قادر ما رو آروم کنه. اون کتاب قادر ما رو برکت بده. هیچ فرقی نمیکنه که ما در چه شرایط روحی، در چه شرایط جسمی قرار داریم. شاید کلبه ما در حال سوختنه، ولی داریم، مثل من که بیادبم میشم وقتی یه اتفاق بدی برام میفته در مورد صحبت کردن با خدا، انقدر با ادب صحبت نمیکنم با خدا، ولی میدونم که توی همون شرایطم اگر من کتاب خدا رو، کلام خدا رو باز کنم، کلام خدا با من صحبت ها میکنه و قادر من رو شفا بده، قادر من رو آروم کنه. عزیزان بریم به کتاب مراثی ارمیا. یه بخش کوچیکی از مراثی ارمیا رو با هم دیگه بخونیم. مراثی ارمیا باب 3 آیات 1 تا 20. کلام خدا اینطور میگه: من آن مرد هستم که از چوب غضب او مصیبت دیدم. او مرا رانده و به تاریکی درآورده است، بدون ذره روشنایی. به یقین همه روز بارها دست خویش بر ضد من برمیگرداند. گوشت و پوست مرا مندرس ساخته، استخوان‌هایم را خرد کرده است. به تلخی و مصیبت مرا محاصره نموده و از هر سو احاطه‌ام کرده است. همچنین کسانی که از دیرباز مرده اند مرا در تاریکی ساکن گردانیدند. گرد من حصار کشیده که نتوانم گریخت و زنجیرهایم را سنگین ساخته است. هرچند آواز در میدهم و فریاد کمک برمیآورم، از گوش فرا دادن به دعایم ابا می کند. راهم را با سنگهای بزرگ سد کرده و طریقهایم را معوج ساخته است. همچون خرسی در کمین من نشسته و همچون شیر خود را پنهان کرده است. مرا از راهم بیرون کشیده و پاره پاره کرده است و آنگاه مرا در حال زارم وانهاده است. کمان خود را برکشیده و مرا هدف تیرهایش ساخته است. تیرهای ترکش خیش را به جگرم فرو برده است. مضحکه همه قوم‌ها گشتم. تمامی روز بر من سرود تمسخر می‌خوانند. مرا به چیزهای تلخ سیر کرده، از افسنتین مستم کرده است. دندانهایم را به سنگ ریزه ها شکسته و مرا در خاک پایمال کرده است. جانم از آسایش محروم است و سعادتمندی را از یاد بردم. پس گفتم دیگر تاب تحمل ندارم و امیدم به خداوند برباد شده است. مصیبت و سرگردانیم را به یاد آور. افسنتین و زهر تلخ را، جانم آنها را پیوسته به یاد می آورد و در درونم افسرده می شود.
امید اه، چقدر وحشتناک نه؟ اما عکس‌العمل ارمیا فقط شکوه و شکایت و چرا و خشم و ناله مثل من نیست، چون که انگار اتفاقاتی افتاده برای ارمیا و با شناختی که از خدا داره همخوانی نداره و این یک خدای دیگه ای رو شناخته و اتفاقات دیگه ای داره میفته. انگار ارمیا وسط این همه درد و غم و ناراحتی، در میون این همه شعله های وحشتناک آتشی که کلبش رو داره میسوزونه، هنوز یه امیدایی داره. کلام خدا عزیزان بی‌نظیر. ارمیا در آیه 21 یه دفعه خواننده رو سورپرایز میکنه و اینطور میگه: لیکن به این میاندیشم که از این رو امیدوار خواهم بود. امیدوار خواهم بود به چی؟ کلبه‌ای که در حال سوختنه و هیچ امیدی به نجات نیست. ارمیا امیدوار خواهد بود. چرا؟ چطور میشه وقتی کلبه ما داره میسوزه، همه چیزمون رو داریم از دست میدیم، امیدوار باشیم؟ چه چیزی میتونه محرک ما باشه برای این امید؟ به نظر من سه تا کلمه کلیدی توی آیات بعدی میاد که محرک امید ارمیاست و امروز شاید بتونه برای من و شما هم یک محرکی باشه برای امید، وقتی که یک بار سنگینی رو داریم روی دوشمون حمل میکنیم و شاید امیدواریم، میدونیم که ته مسیر موفق خواهیم شد، شاید نمیدونیم چی در انتظارمونه، شاید مثل ارمیا هیچ امیدی نداریم. اما حتی اگر که در جزیره گیر افتادیم و کلبه ما در حال سوختنه، یک خبر خوب این هست که وقتی کلبت در حال سوختنه میتونی امیدوار باشی. محرک نخست عزیزان محبت خدا هست. توی آیه 2 ارمیا میگه محبت های خداوند هرگز پایان نمیپذیرد. از این رو امیدوار خواهم بود چون محبت‌های خدا پایان نمی‌پذیرد. خدا هیچ وقت نمیگه که سهمیه امروز محبت تموم شد. هیچ وقت سهمیه محبت دستان خدا تموم نمیشه. به نظر شما میشه به چیزی که هرگز پایانی نداره امیدوار بود یا نمیشه؟ من اینجا بهتون قول میدم که با محبت من هیچ وقت امیدوار نباشید. من خیلی وقتا نسبت به خودم هم بی محبتم، چون که من انسان فانی هستم، چون که همه ما و هر چیزی که در این دنیا هست فناپذیره. تنها چیزی که فناپذیر نیست خداوند ابدی و ازلی هست و مثل تمام خصوصیت هایی که خدا داره محبت اون هم ابدی ازلی هست. کلبت داره میسوزه، بله خیلی سخته و خیلی ناامیدی میاد سراغت، بله میدونم. چرا میدونم؟ چون کلبه خودم هم داره میسوزه. اما خبر خوش اینه که محبت‌های خدا هیچ وقت پایان نمی‌پذیره. کلام خدا میگه او که پسرش رو در راه گناهان من داده، دیگه چه چیزی هست که بتونه بده و از من دریغ کنه؟ چه کاری هست که بگه نه این کارو نمی‌کنم، اینو نمی‌کنم؟ دیگه چیزی بیشتر از اون محبت نیست که. موجودی که خودش محبته، محبتش هرگز پایان نمیپذیره. چطور میتونه یه محبت رو از کسانی که دوستش دارن دریغ کنه؟ و یاد بیار وقتایی که ناامید بودی، نیازمند محبت بودی، کلبه‌ای که با خیلی رنج و فراوون ساخته بودی داشت میسوخت، از خدا هم ناامید شده بودی. من بارها از خدا ناامید شدم، بارها گفتم اصلا هستی؟ اصلا کوشی؟ چرا این صدایی نمیاد؟ اما اون محبتش رو توی اون شرایط هم دریغ نکرد و امروز هم دریغ نمیکنه، چون که محبت‌های او پایانی نداره. امروز اگه کلبت داره میسوزه، به محبت خدا امیدوار باش. محبت خدا هیچ وقت، عزیزان دقت کنید، هیچ وقت پایان نمیپذیره. امروز اگه کلبه
ایران ما داره میسوزه که متاسفانه خیلی هم سخت داره میسوزه و اونایی که آتیشی زدن کامیاب هستن. غارتگرا امروز خوشحال هستن، دارن خوشحالی میکنن از بابت غنایمی که به دست آوردن، اما این پایان کار نیست. محبت خداوند پایانی نداره. با تکیه بر این محبت میشه به آینده امیدوار بود. باید اجازه بدیم محبت بی پایان خدا محرک امید ما باشه، مثل علمیایی که در سخت‌ترین شرایط این تصمیم رو گرفت. پس محرک اولمون چی بود؟ این بود که وقتی کلبه ما در حال سوختنه میتونیم بر محبت خدا امیدوار باشیم، چون که محبت‌های خدا پایان نمیپذیره. من دیروز اینجا رفتم سینما، یک فیلمی اومده بود در مورد اتفاقی بود که توی اروپا افتاده بود و من به طور عجیبی فکر میکردم هیتلر فقط مال آلمانه و بعد متوجه شدم که تمام کشورهای همسایه رو این مرد واقعا عصبانی، مرد خشمگین فتح کرده بوده و در تمام سراسر اروپا این کار رو میکرده. و این فیلمی که من دیدم مربوط به فرانسه بود. این فکر میکنم جنگ حدود 10 سال طول کشیده بود و چقدر تو این 10 سال، چه 10 سالی که مرتب انسانهای زیادی رو از بین میبردن. من مطمئنم بچه‌های کوچیک و توی سینما شما به هر کسی نگاه میکردی داشت اشک میریخت. خود آلمانیا داشتن اشک میریختن ولی محبت خدا تمام نشد عزیزم. اون روزهای سیاه تمام شد اما محبت خدا تمام نشد. محبت خدا محرک نخست. محرک دوم رحمت خدا. آیه 22 ارمیا میگه زیرا که رحمتهای او بی زواله. در آیه 23 میگه آنها هر بامداد تازه میشن. زیرا که رحمتهای او بی زوال است، آنها هر بامداد تازه می شود و وفاداری تو عظیم است. رحمتهای خدا عزیزان هر روز صبح تازه میشه. خیلی جالبه چون که توی هر لحظه از شبانه روز یه جایی از این کره خاکی بامداده. اینا عزیزانی که الان کنار ما هستن خیلی خوب احساس میکنن وقتی که اینجا شبه اونجا روزه. من اون دفعه گفتم، الان این بارم یادم نمیاد، یه شعری هست میگه این ور دنیا روزه اون ور شبه. متاسفانه من شعرها خوب نمیتونم حفظ کنم، ولی یعنی که رحمتهای خدا هر لحظه داره تازه میشه. شاید امروز کلبه تو داره میسوزه و خودتو محکوم میکنی و تقصیر رو گردن خودت میندازی. شاید به خودت میگی به خاطر اشتباه تو بوده که الان توی این شرایط هستم. شاید بار تقصیر و محکومیت نمیذاره به آینده امیدوار باشی. من بارها و بارها به خاطر کارهایی که خودم کرده بودم یا حتی خیلی وقتا به خاطر کارهایی که دیگران کرده بودن خودم رو سرزنش میکردم. فرقی نمیکنه که خودتو محکوم کنی یا مثل دوستان ایوب دیگران محکومت کنن. به قول ایوب دورت پر شده از تسلی دهندگان مزاحم و دور من هم تسلی دهندگان مزاحم زیاد هستن عزیزان و فرقی نمیکنه. چیزی که واضحه اینه که رحمت خدا اینقدر زیاده که قادر هر محکومیت رو برداره، حتی اون تسلی دهندگان مزاحم رو، و ما رو از هر احساس تقصیری میتونه خلاص کنه رحمت خدا. حتی اگر دیروز یا چند لحظه پیش توبه کردیم و باز هم یه اشتباهی کردیم، رحمتهای او هر لحظه تازه میشه. نیازی نیست برای سوختن کلبه خودمون رو محکوم کنیم عزیزان. نیازی نیست برای گذشته‌ای که هرگز باز نخواهد گشت خودمون رو محکوم کنیم، بلکه میتونیم به حضور خدا بریم و از رحمت‌های تازه او بهره مند بشی. به نظر من رحمت‌هایی که بی زوال باشن و هر لحظه در حال نو شدن بی اندازه قابل اعتماد و موجب امیدواری هستن. حتی وقتی کلبه تو در حال سوختنه میتونی با تکیه بر رحمت خدا امیدوار باشی، چون که رحمت خدا بی زواله و هر بامداد تازه میشه. محرک سوم وفاداری خداست. آیه 23 ارمیا میگه وفاداری تو عظیم است. این آیه
حقیقتا تن من رو می‌لرزونه. من انقدر اشتباهات بزرگی تو زندگیم کردم که به وفاداری خدا خیلی نیاز دارم. خیلی نیاز دارم. خیلی باید امیدوار باشم به وفاداری خدا. شما رو نمیدونم. کلام خدا پر از وعده هاییه که خدا به ایمانداران میده. خدا به وعده هاش امینه، نه؟ و به هر عهدی که میبنده وفاداره. خدای وفادار که پولس رسول میگه اگه بی وفا بشیم او وفادار میمونه، چرا که خویشتن رو نمیتونه انکار کنه. خدا نمیتونه خلاف ذات خودش حرکت کنه. خدای وفاداری که توی رومیان 28:8 اینطوری میگه میدانیم در حق آنان که خدا رو دوست دارن بر طبق اراده او فرا خوانده شدن همه چیزها با هم و برای خیریت در کار است. این رو کلام خدا میگه. چطور ممکنه خدای وفادار به عهد کاری برخلاف کلام خودش انجام بده؟ ارمیا نبی به وفاداری خدا امیدوار بود، حتی در شرایطی که درش قرار داشت. باز هم وفاداری خدا، هیچ وقت به این وفاداری شک نکرد. شرایطی که با هم خوندیم، واقعا این مرد از درونش داشت درد میکشید. و من میدونم تو این جمع کسانی که هستن تا حدودی آشنایی دارن میدونن که همه شما تک تک از درون دردهایی را چشیدید. شاید امروز تو هم توی شرایطی هستی و شاید نشستی با بهت و حیرت داری نگاه میکنی که ای داد بیداد کلبم داره میسوزه. و کو وفاداری خدا؟ کو خدایی که حتی به کلبه کوچیک منم رحم نکرد؟ من که چیزی از خدا نخواستم. من خیلی این کلمه رو گفتم خدای من که چیزی ازت نمیخوام. چیزی که ازت میخوام خیلی کوچیکه. نه تنها کمکی نمیفرستی بلکه هر لحظه اون شرایط رو داری سخت‌تر میکنی. اما اگه به گذشته یه نگاه بندازیم اتفاقات زیادی رو به یاد میاریم که فکر میکردیم که خیلی متضرر شدیم. از چند تا بحران گذشتیم. پیش خودت فکر کن. اگر میتونی بعداً روی کاغذ بنویس. از چند تا بحران گذشتی که فکر کردی این بحران هیچ وقت تموم نمیشه. من بارها گفتم تموم کار من. دیگه این بحران تموم. من نمیگذرم از این شرایط. من زنده بیرون نمیام. ولی بعدها متوجه شدم که حتی اون بحران اما خیلی طول کشید. یعنی بعضاً 10 سال طول کشید. متوجه شدم که اون بحران به نفع من بوده، چرا که خدای من خدای وفاداره و میشه با تکیه به وفاداری خدا امیدوار بود. حتی وقتی کلبه تو در حال سوختنه میتونی با تکیه بر وفاداری خدا امیدوار باشی. داستان اون شخصی که تو جزیره گرفتار شده بود خیلی جالب تموم میشه. فردای روزی که کلبه شخص آتیش گرفته بود، اون شخص با ناامیدی از خدا میپرسید که چرا این کار با من کردی؟ با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک میشد از خواب بیدار میشه و یک کشتی میاد و این شخص رو نجات میده و اون شخص با تعجب به این نجات دهنده ها نگاه میکنه، میگه چی شد؟ از کجا فهمید؟ من مدت هاست توی این جزیره هیچ کس رو نتونستم خبردار کنم از حضورم اینجا و خیلی دل سرد شده بودم. اما یه اتفاق خیلی جالب میفته. اونا بهش میگن که ما دودی که تو فرستاده بودی رو دیدیم و به سمت اون دود اومدیم. خیلی راحت میشه دل سرد شد. یه عزیزی میگفت خیلی راحت میشه به خدا گفت خدای تو وجود نداری، ولی در نهایت ته این خط اونی که ضرر میکنه ماییم. چیزی از خدا کم نمیشه. خیلی راحت میشه دل سرد شد، اما در نهایت اون چیزی که باعث ضرر میشه، اون کسی که ضرر میکنه ما هستیم. مخصوصا وقتی که به نظر میرسه کارها خوب پیش نمیره. اما کلام خدا میگه ما نباید امیدمون رو از دست بدیم، چون که خدا در زندگی ما در کاله، حتی وقتی که وسط درد و رنج هستیم. عزیزان دفعه دیگه که کلبتون داشت میسوخت به این فکر کنید که شاید این یک علامتی باشه برای خوندن رحمت خدا.
خدا برای همه چیزهای منفی که ما به خودمون میگیم حتما یه جواب مثبتی داره. من پر از نشخوار ذهنیم و جایی چند وقت پیش میخوندم که بزرگترین دشمن ما شرایط نیست، بیماری نیست، اتفاقات سخت نیست، جنگ نیست. بزرگترین دشمن ما فکر ماست، نشخوار ذهنی ماست. هر وقت که به این فکر کردی که چیزهای منفی زندگی تموم نمیشه، بدون که خدا یک جواب مثبت برای تمام اون چیزهای منفی داره. وقتی میگی غیر ممکنه، خدا میگه ممکنه. وقتی میگی هیچ کس منو دوست نداره، خدا میگه من انقدر تو رو دوست دارم که پسرمو برات دادم. وقتی میگی من نمیتونم خودمو ببخشم، خدا میگه من تو رو بخشیدم، تو کی هستی که خودتو نبخشی؟ وقتی میگی من خستم، خدا میگه من به تو آرام میدم، عصا و چوب دستی من قوت تو. وقتی میگی من توان ادامه دادن ندارم، خدا میگه فیض تو مرا کافی است. وقتی میگی من نمیتونم مشکلاتم رو حل کنم، خدا میگه در اثر قدمهای من پا بذار، اجازه بده تا من هدایتت کنم. وقتی میگی که من نمیتونم اون کار رو انجام بدم، خدا میگه تو هر کاری رو با قوت من میتونی انجام بدی. وقتی میگی من احساس تنهایی میکنم، خدا میگه من هرگز تو رو ترک نکردم، حتی اگر از تاریک ترین وادیا بگذری. این معنیش نیست که ما از وادیای تاریک نمیگذریم عزیزان، و خدای من شاهده که من از تاریک ترین وادیایی که روی کره زمین میشد وجود داشته باشه من گذشتم و به طور شگفت انگیزی من امیدوارم توی تمام اون وادی‌های تاریک این صدا رو بشنوی: عصا و چوب دستی من قوت قلب شماست. من 43 روز توی تمام اون تاریکی ها عصا و چوب دستی خدا رو گرفته بودم به دستم. وقتی میگی من احساس تنهایی میکنم، خدا میگه من هرگز تو رو ترک نمیکنم. وقتی میگی من میترسم، خدا میگه من روح ترس رو به تو ندارم، تو فرزند منی. وقتی میگی من همیشه نگران و ناامیدم، خدا میگه تمام نگرانی ها تو به من بسپار، قصه فردا مال فرداست. حتی وقتی کلبه تو در حال سوختنه، میتونی با تکیه بر محبت، رحمت و وفاداری خدا امیدوار باشی. عزیزان چند دقیقه با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکرت میکنیم که وفاداری تو عظیم. خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای محبت، رحمت هستی. خداوند خدای برکت هستی. خداوند امروز اگر خداوند هر کدوم عزیزانم در حال سوختن، کلبه عزیزانشون در حال سوختن، خداوند اینکه کلبه من بسوزه، من شاید انقدر عذاب نکشم تا اینکه کلبه عزیزانم ببینم که داره میسوزه، تو بیماری خداوند، تو بیپولی، تو شرایط بلا تکلیفی. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم که رحمت تو بر این کلبه بیاد. خداوند روغن مسح تو، روغن شفای تو خداوند بر این کلبه بیاد. خداوند باشه که این آتش وقتی که به آسمان تو بلند میشه، خداوند یک علامتی باشه که رحمت تو به سمت ما بیاد، برکت تو، محبت تو و به سمت ما بیاد. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم که هر روز وفاداری خودت رو به ما نشون بده. هر روز خداوند عهد خودت رو با ما تازه کن. خداوند اگر که من مانا بی وفا شدم، خداوند تو خدای وفادار هستی، تو خدای امین هستی. خدای تو اینو به یاد من بیار، تو اینو به یاد من بیار که چه روزهایی فکر کردی این درد دیگه تمام نمیشه، فکر کردی دنیا تموم شده. خداوند به یاد من بیار که اما دنیا تمام نشده بود، تو از اون شرایط گذشتی و قوی تر از قبل. دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند تو به ما نشون بده، تو واضح با ما صحبت کن. خداوند تو آشکارا با ما صحبت کن. خداوند با تک تک ما که توی این اتاق هستیم، خداوند امروز آشکارا با ما صحبت کن که کلبه ما در حال سوختن. خداوند عزیزان هر کدومتون که کلبتون در حال سوختنه، به خدا بگو کلبه من در حال سوختنه.
و هیچ کس هم نیست که نجاتم بده. هیچ امیدی ندارم، هیچ. چون که هر کسی یه کلبه‌ای برای سوختن داره خداوندا، اما تو هستی که در نهایت میتونی اون آتش رو خداوندا به گلستان تبدیل کنی. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم روح تو بر ما بیاد. روح تو بر ما بیاد خداوند، چشم ما رو باز کن. چشم ما رو خداوند به رحمت خودت، به محبت خودت، به برکت‌های خودت باز کن. به نام عیسی مسیح آمین.